بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه سلسله دروس اصول فقه از کتاب مبادئ الاصول رسیدیم به حروف معانی، بیان حروف المعانی. دقت کنید، ما یک حروف مبانی داریم، یک حروف معانی داریم. حروف مبانی هم حروفی است که مبناهای کلمات رو تشکیل میده. مثلا قلم از قاف لام میم تشکیل شده، قلم. اینا حروف مبانی است. اما حروف معانی حروفی است که هر کدام یک معنای خاص رو افاده میکنه. میفرماید و یتصل بالحقیقه والمجاز بیان حروف لها معانی. یعنی از جمله مسائلی که مرتبط به بحث حقیقت و مجاز میباشه بیان حروف معانی است، حروفی که برای معنای است. مثلا دقت کنین، فی در اصل معنای حقیقی خودش برای ظرفیت استعمال میشه. مثلا الماء فی الکوب، آب در فنجان است. صحیح شد؟ این معنای ظرفیت رو میرسانه. اما گاهی اوقات فی به معنی علا استعمال میشه، یعنی در معنای مجازی. ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، ولا اصلبنکم فی جذوع النخل به معنی چی است؟ لأصلبنکم علی جذوع النخل. علا در اینجا فی به معنی علا به کار رفته. پس از جمله مسائلی که مرتبط به باب حقیقت و مجاز می باشه همین حروف معانی می باشه که گاهی اوقات در معنای حقیقی خود استعمال میشه و گاهی اوقات در معنای مجازی خود استعمال میشه. منها حروف العطف، از جمله حروف عطف. حروف عطف چی است؟ یلواو و الفاء و ثم و بل و لکن و او و حتی. و منها حروف الجر، علاوه بر حروف عطف حروف جرم از حروف معانی هستند و هی الا و علا و فی و با. حالا یکی اینا توضیح میده. الواو لمطلق الجمع، واو فقط به خاطر جمع کردن است و بس. دقت کنید، وقتی میگی جاء زید و عمرو، زید و عمرو آمدن، یعنی چی؟ در آمدن هر دو تا شریک هستن. جاء زید و عمرو یعنی در آمدن هر دو تا شریک هستن، هر دو هم دیگه آمدن. اما این معنا نمیده که اول مثلا زید آمده بعدن عمرو آمده، یا آمدن عمرو بلا فاصله بعد از زید بوده یا بعد از مدتی بوده. نه خیر، هیچی حرفا رو نمیرسانه، فقط در آمدن زید و عمرو شریک بوده. پس الواو لمطلق الجمع من غیر تعرض لمقارنه او ترتیب، هیچ اشاری به طرف همراه بودن یا ترتیب نداره. دقت کنید، در چی که است؟ در فا. حالا در ادامه باز می‌دونیم که فرق فا و ثم چی است. نگاه کنیم، فرق فا و ثم و واو. مثلا جاء زید فعمرو، زید آمد فعمرو یعنی چی؟ بلا فاصله امر آمد، بلا فاصله امر آمد. صحیح شد؟ جاء زید فامر، زید آمد بلا فاصله امر آمد. مثلا اول امرالله وارد کلاس شده، بلا فاصله امرالله که وارد کلاس شد مسعود وارد کلاس شد. ما چی میگیم؟ جاء امرالله فمسعود، بلا فاصله. پس این دلالت بر چی داره؟ برای اینکه آمدن مسعود بدون تأخیر بعد از امرالله صورت گرفته. این مقارنه معنا داره. مقارنه یعنی همراه بودن، که اول امرالله آمد بعد از بلا فاصله مسعود آمد. و یکی دیگه ترتیب، یعنی اول آمدن امرالله بعدن آمدن مسعودی ترتیب. پس در واو که از هیچ اشاره به طرف مقارنه و ترتیب نداره، فقط برای مطلق جمع است، مثل جاء زید و عمرو. و قد تكون للحال مجازا، گاهی اوقات همین واو برای مطلق جمع نیست بلکه برای حال به کار میره به صورت مجازی. یعنی معنای حقیقی واو چی است؟ مطلق جمع. اما معنای مجازی واو چی است؟ برای حالیت. که قولی لعبدی، شخص برای غلام خودش میگه اد الی الفا و انت حر، تو ادا کن به سوی من 1000 در حالی که تو آزاد هستی. یعنی چی؟ فیکون الاداء شرطا للحریه، اینجا ادا کردن همون 1000 شرطی است برای حریت. دقت کنید، برای آزادی. ما چی میگم؟ اد الی الفا و انت حر.
به سوی من ادا کن 1000 در حالی که تو آزاد هستی. یعنی چی؟ اول 1000 رو بده که 1000 شرطی است برای آزاد شدن تو. گویا که شما غلام مکاتبی دارین، برای میگن 1000 بده که تو رو آزاد بکنن. پس این واو حالیت است. الدیلی الفا و انت حر. به سوی من ادا کن 1000 در حالی که تو آزاد هستی. فیکون الاداء شرط للحریه. یعنی چی؟ فلا یعتق الا بالاداء. این آزاد نمیشه مگر اینکه همون 1000 رو ادا بکنه. همین واو گویا معنای شرطیت رو میرسونه. یعنی به شرطی تو آزاد هستی که 1000 رو به من ادا بکنی. این شد از واو. حالا میایم فا. الفاء للتعقیب مع الوصل. فا برای چی است؟ برای تعقیب، یعنی یکی پس از دیگری. تعقیب یکی عقب دیگری، یکی پس دیگری. مع الوصل، به همراه وصل. یعنی چی؟ هیچ فاصله وجود نداشته. به طور مثال وقتی که میگم جاء زیدون فامر، یعنی امر در عقب زید آمد و بلا فاصله. بلا فاصله همین که زید آمد بلا فاصله امر آمد، ولی امر در عقب زید آمد، همراه هم نیامد، بلکه اول زید آمد بعد امر آمد. این معنای تعقیب رو میرسونه که اول امر الله آمده بعد از او مسعود آمده، بدون فاصله، بلا فاصله. فمن قال لزوجتي ان دخلت هذه الدار فهذه فانت طالق. چی گفت؟ اگر تو داخل این خانه فهذه، پس داخل این خانه شدی تو طلاق هستی. نگاه کنید اینجا 2 تا اتاق بود. شخص بره خانم خودش گفت اگر داخل این خانه و بلافاصله پس از اون داخل این خانه شدی طلاق هستی. از فا استفاده کرد. اگر زن داخل خانه اول شد باز بلافاصله رفت داخل خانه دوم شد طلاق میشه. اما اگر داخل خانه اول شد 1 روز اونجا بود باز بعد از 1 روز رفت داخل خانه دوم طلاق نمیشه. چرا؟ چون فا اینجا برای چی به کار رفته؟ برای تعقیب بدون فاصله. فمن قال لزوجتی، کسی برای خانم خودش گفت ان دخلت هذه الدار فهذه، اگر تو داخل این خانه شدی و بلافاصله داخل این خانه شدی فانت طالق، تو طلاق هستی. یقع الطلاق اذا دخلت الثانیه بعد الاولى بلا تراخ. میگه طلاق واقع میشه در صورتی که وارد خانه دوم شد بعد از خانه اول بدون مهلت، بدون فاصله. بدون فاصله. تراخی به معنی مهلته، یعنی بدون مهلت و بدون فاصله اگر داخل خانه دوم شد طلاق واقع میشه. صحیح شد؟ و تستعمل الفاء فی الجزاء مجازا. فا برای جزام استعمال میشه، اما این استعمال مجازی است. چرا؟ چون استعمال حقیقی فا همون برای تعقیب مع الوصل میباشه، به تعقیب مع الوصل. لانه یتعقب الشرط. چرا فا در جزا هم به کار میره؟ به خاطر که میفهمین که جزا در عقب شرط میاد. اول شرط بعد از اون جزا. چنان که گفتم جاء زید فامر، اول زید آمد بعد از اون امر آمد، به این خاطر فا بالای امر داخل شد. همینطورن چون جزا همیشه پس از شرط میاد فا بر جزا داخل میشه. و تستعمل الفاء فی الجزاء مجازا. فا در جزا استعمال میشه به طور مجازی. لانه یتعقب الشرط. چرا؟ چون جزا در عقب شرط میآید. فاذا قال، اگر گفت ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو داخل خانه شدی تو طلاق هستی. یقع الطلاق عقیب الدخول، به محضی که داخل خانه شد طلاق واقع میشه. چرا؟ چون این فا در اینجا بر سر جزا داخل شده. ان دخلت الدار شرط است، انت طالق جزا است و فا بر سر جزا داخل شد. چرا؟ چون جزا همیشه بعد از شرط میاد. و کذا تستعمل فی احکام العلل. همچنین در بحث احکام علت هم فا داخل میشه، استعمال میشه. لانها تتعقب العلل، چون که همیشه همی فا در عقب علت میاد. من قال الاخر بعت منك هذا العبد بكذا، من این را فروختم، این غلام را فروختم به فلان مقدار. فقال الاخر، نگاه کنید مثلا ما برای عبدالوهاب گفتم من این غلام رو به تو فروختم به 1000 افغانی.
عبدالوهاب بلافاصله گفت فهو حر، پس او آزاد است. میگه یکون قبولا للبیع اقتضاء، خودش تقاضا میکنه که گویا بی رو ما رو قبول کرده. دقت کنید، ما برای عبدالوهاب گفتم که همین غلام رو به تو به 1000 افغانی فروختم. عبدالوهاب نگفت قبلتو، این رو نگفت، اما به جای قبلتو چی گفت؟ فهو حر، او آزاد است. معنای چی است؟ معنایی است که ما این رو قبول کردم، این در ملکیت ما در اومد، پس این آزاد می باشه، پس این آزاد می باشه. میگه که اگر یکی برای دیگری گفت که این غلام رو برای تو فروختم به 1000 مثلا، فقال الاخر، یکی دیگر گفت هو حر، پس او آزاد است. یکون قبولا للبیع اقتضاء، یعنی اقتضاء النص تقاضا میکنه که گویا که بیع رو قبول کرده. درسته که قبلتو نگفته، اما همین که گفته فهو حر خود به خودی تقاضا میکنه که گویا که قبلتو گفته. یکون قبولا للبیع اقتضاء. وقد تكون الفاء لبیان العله، گاهی اوقات فا برای بیان علت به کار میره. اذا كانت مما تدوم، اگر از جمله چیزایی باشه که دوامدار باشه. فمن قال لعبده اد الی 1000 فانت حر، تو من 1000 بده پس تو آزاد هستی. میگه یعتق فی الحال، فی الحال آزاد میشه. و یسیر الالف دینا علیه، همین 1000 بالای دین و قرض خواهد بود. چرا؟ به خاطری که دقت کنید، همین آزادی که از یک چیز دوامدار می باشه، یک چیز دوامدار می باشه. اینجا چی گفته؟ گفته که ادلی 1000 فانت حر، پس گاهی قد فا برای بیان علت بیان میکنه، برای بیان علت میایه در صورتی که از جمله چیزایی باشه که دوامدار می باشه. اذا كانت مما تدوم، یعنی چی؟ تکون موجودتا بعد الحکم ایضا، بعد از حکم موجود باشه، همانطور که قبل از حکم موجود بود همینطور بعد از حکم موجود باشه. پس اگر گفت اد الی 1000 فانت حر، تو من 1000 ادا کن پس تو آزاد هستی، یعتق فی الحال، فی الحال آزاد میشه. و یسیر الالف دینا علیه، همین 1000 بالای دین خواهد بود. و تستعمل الفاء بمعنی الواو مجازا، فا به معنی واو به صورت مجازی استعمال میشه. که قولی له علی درهم فدرهم، اینجا فا به معنی واو استعمال شده، همانطور که واو برای مطلق جمع هست، فا هم در اینجا معنی مطلق جمع به کار رفته. و اگر گفت له علی درهم فدرهم، لازمه درهمان، چند درهم لازم میشه؟ 2 درهم لازم میشه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.